مهدی نخل احمدی، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی از تورین همراه ما هستند. درباره جزئیات دیدار خانواده‌های دادخواه با مولوی عبدالحمید بیشتر از شما بشنویم. سلام عرض میکنم خدمت شما. خب در این دیدار آقای مولوی عبدالحمید صحبت از این کردن که ما هیچ کس باورش نمیشد که هموطنی که از بیت المال حقوق میگیرد به هموطن دیگر خودش شلیک بکند و جان اون رو بگیرد و تاکید کردند که ما خواستار این بودیم که عاملان و آمران این جنایت مشخص بشوند. چند پیش آقای مولوی عبدالحمید بسیج و سپاه رو به عنوان عاملان اصلی این جنایت در واقع خارج از دایره دادرسی ها در واقع پرونده‌ای که تشکیل شده در دادگاه دونستن و گفتن اونها مؤاخذه نخواهند شد و همچنین گفتن که معلوم نشد و معرفی نکردند که چه کسانی این فاجعه دستور این فاجعه رو دادن و یادمون نرفته در هفته دوم بعد از جمعه خونین زاهدان آقای مولوی عبدالحمید رهبر جمهوری اسلامی رو مسئول اصلی این جنایت دانستن. همچنین آقای مولوی عبدالحمید گفتند که ما مظلوم بودیم اما سرفکنده نیستیم و گفتن صبری که خانواده ها در این چند وقت داشتن باعث شد که صدای اونها به گوش همه مردم ایران در داخل و خارج برسد، باعث همدردی مردم شد و این کسی که در این وسط خسران دید و بی‌اعتبار شد کسانی بودند که ظلم کردند و شلیک کردند و جان بسیاری رو گرفتند، بسیاری رو معلول کردند، 25 نفر کور شدند، تعدادی قطع نخاع شدند و خانواده‌های زیادی داغدار و بی سرپرست شدند. و همزمان اخباری منتشر شده از اینکه نیروهای حکومتی فشارهای امنیتی رو برای ممانعت از ورود مهمانان نوروزی به مسجد مکی در واقع اعمال می‌کنند. دلیل افزایش فشارهای امنیتی در اون منطقه چیه؟ ببینیم واقعا هیچ عقل سالم و منطقی نمیتونه دلیلی پیدا بکنه اینکه تعدادی برای سفر به زاهدان یا سیستان بلوچستان میان میخوان از یک مسجدی از یک مکانی بازدید بکنن و از این ممانعت میشه. شاید بخشش برمیگرده به همون دلیلی که 4 دهه از اجازه ندادن یک مسجد اهل سنت در تهران ساخته بشه. خب جمهوری اسلامی همیشه تلاش کرده است که بگوید سنی ها، بلوچ ها، کردها، کسانی که حالا دینی ندارن، کسانی که متفاوت فکر میکنن، اینها همه در واقع خطر هستن، اینها همه انسانهای غیر معمولی هستن، اینها همه در واقع باعث خواهند شد که شما در واقع مورد خشونت قرار بگیرید. حالا از این ناراحت هست که چرا مردم میرن در مسجد مکی یا در زاهدان و میبینن که سنی ها و بلوچ ها هم آدم های معمولی هستن، برخی از اونها معتقد هستن، برخی از اونها غیر معتقد هستند، برخی از اونها به هر حال مهمان نواز هستند، برخی نیستن، اینها آدم‌های معمولی هستند. اینها برخلاف تمام دسیسه ها، سیاست ها و تبلیغاتی است که جمهوری اسلامی در 4 دهه گذشته نسبت به همه کسانی که متفاوت با خودش فکر می‌کردند و زندگی متفاوتی خواستند داشته و به خاطر همین هم از رویارو شدن مردم، هموطنان، شهروندان با هم در واقع عبا دارد، میترسد و میخواهد همچنان این دشمن انگاری، این غیر پروری، این چیزی که میگوید که آقا فقط ما امن هستیم، فقط آخوندها امن هستن، فقط حزب اللهی ها امن هستن، میخواهد این از بین نرود. به خاطر همین هم در خیابان ها شیشه ماشین و مسافران رو میشکند، موبایل اونها رو ضبط میکند. برخی از در واقع کسانی که مسئول پذیرایی از مهمانان و مسافران هستن اونها رو احضار و تهدید میکنن و مسائلی که واقعا با یک عقل سلیم و سالم قابل توجیه کردن و توضیح دادن نیست. واقعا متشکرم از همراهی شما. مهدی نخل احمدی، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی، تورین، ایتالیا.